الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 88 از آموزشی کلمة التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله است که معنیش نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. به فضل و کرم الله و به رحمتش و به توفیق الله ما در حلقه های گذشته به شما بیان نمودیم که انقیاد چی معنی دارد، که معنی اساسیش باز می گردد پابرجا بودن، ثابت قدم بودن در عمل. البته لغتا و اصطلاحا بیان گشت و دلیل های را از قرآن ذکر نمودیم که بیان می کند که انقیاد شرط صحت لا اله الا الله است و این چنین حدیث های را به شما بیان نمودیم که البته حدیث های صحیح را که دلالت می کند که انقیاد شرط صحت لا اله الا الله است و این چنین اجماع علما را ذکر نمودیم، اجماع صحابه را ذکر نمودیم و این چنین اقوال علمای اهل سنت و الجماعت را از متقدمین ذکر نمودیم که همه اشان می گفتند انقیاد پابرجا بودن و ثابت قدم بودن در عمل نمودن این شرط صحت کلمة توحید است، شرط صحت ایمان، شرط باقی ماندن اسلام و شرط صحت لا اله الا الله است. و دلیل های عقل را هم به شما ذکر نمودیم. پس انقیاد این یعنی عمل نمودن، پابرجا بودن بر عمل، این رکن ایمان است، شرط صحت ایمان است. وقتی که عمل نابود شد، انقیاد نابود شد، ایمان نابود می شود و اسلام هم قائم بر بالای انقیاد است. وقتی که عمل نابود شد، اسلام نابود می شود و این چونین همین انقیاد شرط صحت لا اله الا الله است. ببینید که این عمل هم تعلق به ایمان دارد، رکن ایمان است. تعلق به ایمان ندارد، عمل خود ایمان است، رکن، وقتی که از ایمان جدا کردنش ناممکن است و حقیقت اسلام است و شرط صحت کلمة التوحید است. پس همین انقیاد چند نمود است یا که چند قسم است؟ علما میگن انقیاد دو قسم دارد. قسم اول که علما میگن انقیاد قدری، الانقیاد القدری الکونی الربوبی المتعلق بالربوبیه، انقیاد قدری کونی ربوبی که این رو میگن انقیاد متعلق بالربوبیه، انقیادی که متعلق به ربوبیت است. به مانند این که تمام خلقها، تمام مخلوقات، تمام خلق شده چیزها، آنها در زیر حکم و در زیر امر الله سبحانه و تعالی سر فرود آوردند، به بزرگی الله سر فرود آوردند و به ربوبیت الله سبحانه و تعالی سر فرود آوردند که انا من اسلام قدری و عبودی القدری ربوبی گفته می شد. دلیل بر این سوره فصلت آیه 11 است که الله سبحانه و تعالی می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقال لها وللارض ائتنا طوعا او کرها قالت اتینا طائعین. الله بر وی گفت و بر زمین گفت شما
بخواهیش یا که مجبوری فرق ندارد اطاعت میکنید. البته اینها گفتن که ما به حالت اطاعت به تو آمدیم، یعنی تمام چیزهایی که در روی این دنیا هست، حتی زمین، آفتاب، ستاره ها، تمام مخلوقاتی که در روی دنیا هست، از حیوانات ها و پرندگان، از تمام نمودی انسان ها و جین ها، همه اشان در این حالت اطاعت الله را میکنند، انقیاد دارند، اما انقیاد شرعی نه، انقیاد کونی و قدری متعلق به ربوبیت الله که علاج بیرون شدن ندارند. مشکلی هم جست در اختیار خودشان نیست. در حالت باریدن باران، لرزیدن زمین، مرگ، مثلا آیا کسی میتواند که به مرگ اطاعت نکند؟ نه، هیچ کسی نمیتواند که ضدیت نشان دهد. وقتی که آمد آهسته تسلیم می شود، یا به قم بغل بودن و بای بودن که این قدری هست. اما دوم نمود انقیاد شرعی، انقیاد دینی، انقیاد امری، انقیاد کردن به امر الله، که این رو میگن انقیاد تعبدی یا که انقیاد متعلق به الوهیت است. یکم این انقیاد متعلق به ربوبیت، اینش به الوهیت است. این چخیله انقیاد است، انقیاد شرعی. این انقیاد متعلق به ثواب است و به عقاب است. یعنی این نمود انقیاد، پابرجا بودن بر عمل و انقیاد، متعلق به ثواب است و عقاب است. به این نمود انقیاد ثواب داده می شود یا که عقاب، ترک کنید عقاب است. و انمین انقیاد شرعی انقیاد است که مؤمنین خاص همین انقیاد شرعی هستند. آنانی که اطاعت الله را می کنند و انقیاد می کنند به امرهای الله، چگونه که سوره بقره و 131 دلالت می کند. الله می گوید اذ قال له ربه اسلم، زمانی که الله سبحانه و تعالی به وی گفت، بکی به ابراهیم گفت که اسلم، گفت اسلمت لرب العالمین، تسلیم شدن به رب العالمین، به رب العالمیان، تسلیم شدن به انقیاد عملی شرعی. پس هر کسی که به شریعت اسلام ایمان بیاورد، مؤمن بشود و عملها، گفته های الله را بجا بیاورد، از نهی هایش بازایستد، پس انقیاد کرده است و نجات می‌یابد. اما کسی که این انقیاد را ترک کند، مسلمان نشده است و کافر است، اما از انقیاد کونی علاجی خلاصی روزی ندارد. اما مقصد از نجات از کدام این دو قسم انقیاد فرض عین است و رکن ایمان است و حقیقت اسلام است و شرط صحت لا اله. معروف است که انقیاد دوم، انقیاد شرعی، امری، دینی، الوهی، تعبدی. اما انقیاد یکم، انقیاد کونی که متعلق به ربوبیت است، این من و شما خواهیم هم نخواهیم هم به وقوع می پیوندد، به وجود می آید. بارک الله فیکم. این بود دو قسم انقیاد، انقیادی که متعلق به ربوبیت و انقیادی که متعلق به شریعت و الوهیت دارد. مسئله دوم، انقیاد چند رکن دارد. البته ما در حلقه های اولی این شرح لا اله الا الله کلمت التوحید بیان نمودیم فرق شرط و رکن را. رکن این یکی از جزئی ذات همین عمل است. یعنی رکن وقتی که میگیم خود انقیاد چند قسم است که از انقیاد جدا کرده نشد. خود انقیاد به مانند این که رکن انسان این قلب است، وقتی که قلب رو میگیرد انسان میمیرد. پس انقیاد هم چند چیزی مهمی دارد که وقتی که همین چیزها نابود میشد انقیاد نابود میشد، وقتی که به وجود میاد انقیاد به وجود میاد. دو چیز یا که دو نمود انقیاد، رکنهای انقیاد دو تاست: انقیاد قلبی باطنی و درونی و انقیاد دوم انقیاد ظاهر به مانند انقیاد با زبان و انقیاد با جسم. پس رکن انقیاد دو تاست: درونی و بیرونی. درونی در قلب، انقیاد کردن با قلب به مانند خضوع قلب،
اقرار قلب، عزیمه قلب، قصد قلب، ترس قلب، سرفرود آوردن قلب به امرهای الله، التزام قلب، ذلت قلب در نزد الله، شکست قلب، رضا بودن قلب، یقین قلب، صدق قلب، اخلاص قلب، این همه اش انقیاد قلبی است، یعنی عمل قلب، تمام عملهای قلب. ابن تیمیه رحمه الله در کتاب ایمان که ایمان اوسط خود میگویند که فالکفر هو عدم الایمان سواء كان معه تكذيب او استكبار او ایباء او اعراض فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. میگند کفر این نبودن ایمان است. کفر این نبودن ایمان و نابود شدن ایمان است. فرق ندارد که با همراهی کفر تکذیب است، یعنی دروغ شمردن دین است، یا که استکبار و کبر است، یا که سرکشی هست، یا که اعراض است. پس هر کسی که در قلبش تصدیق و انقیاد به وجود نآید این کافر است. چرا که برادران و خواهران موحدم، دین اسلام قائم بر دو چیز است. یعنی وقتی که نظر میکنیم همین دین اسلام به دو چیز می ایستد. اساس دین اسلام دو چیز است. یکمش تصدیق و قبول، یا که قبول و تصدیق. دومش انقیاد، یعنی قبول کردن شریعت با تمام نمودهایش و تصدیق کردن همین، راست شمردن همین. و دوم عمل کردن به طلبات های شریعت. همین دو چیز اساسی چیزی که اسلام در بالای همین است. و تمام کفر هم با تمام نمودهایش در زیر همین دو چیز است، یعنی به دو این چیز زید میاد و کفر وجود ندارد. و کفر هم دو هست، خیلی که ابن القیم الجوزی ذکر کردن. پس بارک الله فیکم. این بود رکن اول. پس تصدیق قلبی کسی که ندارد، انقیاد قلبی ندارد، این کافر است، چرا که رکن انقیاد ترک شد. خیلی که ابن تیمیه رحمه الله در کتاب ایمان ذکر کردن. و انقیاد ظاهر، انقیاد زبان، انقیاد جسم. انقیاد زبان و انقیاد جسم با آشکار کردن، با امتثال و اطاعت و پیروی و اتباع کردن و ملتزم بودن به شریعت الله، انمین انقیاد ظاهری است. چگونه؟ همه این عملها را، یعنی انجام دادن امرهای الله، انجام دادن تمام فرضهایی که الله به گردن انسان فرض کرده است، و ترک کردن شرک و ترک کردن چیزهای محرمات و آن چیزهایی که الله نهی کرده است. این انقیاد است. عمل کردن و ترک کردن، عمل کردن امرهای الله، فرائض، توحید و غیره، و ترک کردن کفر، شرک و محرمات و نهی کرده. چخیلی که ابن القیم الجوزی در کتاب الصلاة ذکر میکند، الصلاة و قدرها، میگند که اذ لو اطاع القلب و انقاد، سخن در حقیقت بینهایت بزرگ است. میگن اذ لو اطاع القلب و انقاد لاطاعت الجوارح و انقادت. زمانی که میگن اگر قلب اطاعت بکند و انقیاد بکند، حتما جسم انسان هم اطاعت و انقیاد میکند. معنای سخن این است که اگر در حقیقت قلب انسان، دل انسان اطاعت الله را بکند، انقیاد به الله داشته باشد. انقیاد را ما گفتیم تصدیق، اخلاص، خشوع، خضوع، ذل، عزیمت، تصدیق، نیت صالح، این همه اش عملهای قلب، انقیاد. در حقیقت وقتی که قلب انسان صالح است، جسم انسان خواهد و نخواهد هم صالح می شود و عمل رو انجام میدهد. و این معنای سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن فإن للجسد مضغه. البته میگن در جسد انسان یک گوشت پاره هست که فاذا فسدت فاذا صلحت صلح القلب كله. همین گوشت پاره اگر صالح شود، یعنی انقیاد بکند، اطاعت الله بکند، اخلاص داشته باشد و عزیمت داشته باشد، تصدیق داشته باشد، اقرار داشته باشد، خشوع داشته باشد، رغبه و رهبه داشته باشد، و تمام این یقین و صدق و
اخلاص و محبت و قبول و انقیاد را داشته باشد، صالح شده است. میگن تمام جسمش صالح می شود. قلب که صالح شد، جسم صالح می شود. پس این انسان ها، برادران و خواهران موحد رو میبینیم که ظاهرا صالحند، دلالت میکرد که قلبشان صالح است. رسول الله میگن فاذا فسدت فسد القلب، فاذا فسد العمل كله او الجوارح كله او الجسم كله. وقتی که قلب فاسد شد، یعنی که وقتی که قلب اطاعت نکرد، تصدیق نکرد، عزیمه نکرد به خاطر الله، یقین و صدق و اخلاص و محبت و قبول و انقیاد نکرد، قلب فاسد شد، عمل هم، جسم هم فاسد میشد، جوارح هم فاسد میشد. معنای سخن این است که ما انسان‌هایی رو میبینیم که ظاهراً عمل انجام نمیدهند، تمام عمل‌های الله امر کرده رو ترک کردند، امرهای الله رو بجا نمیآورند، نهی‌های الله رو ترک نمیکنند، از محرمات دست نمیکشند، در همین راه همیشگی‌اند. اینها کسانی هستند که انقیاد رو ترک کردند و دلشان فاسد شده است و کافر شدند. سبحان الله. ابن القیم الجوزی در کتاب زاد المعاد از اسلام ذکر میکنند و میگن که المعرفة والاقرار والانقياد والالتزام طاعته ظاهرا و باطنا. معرفت، اقرار، انقیاد، شناختن، اقرار کردن، پابرجا بودن و عمل و التزام کردن به طاعت الله، هم در ظاهر و هم در باطن، هم ظاهر باشد هم باطن باشد. خلاف مرجعه. البته مرجعه ها فقط باطن رو میگویند، ظاهر رو قبول ندارند. مرجعه ها در این عصر هم و در عصرهای گذشته هم همیشه در نزد مرجعه دین باطنی هست، دین ظاهری رو خوب است میگن، بهترین است، اما وقتی که ترک کردید کافر نمیشید. میگن که این غلط است. وقتی که عمل ظاهری رو، دین ظاهری رو ترک کردید، انسان کافر میشد. و ابن تیمیه رحمه الله در شرح عمده ذکر میکنند و میگن که الطاعت والانقیاد انما يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يفعل شيئا فما دان الله دینا ومن لا دین له فهو کافر. میگن طاعت و انقیاد همان وقت پره می شود و کامل می شود که عمل به وجود آید. پس طاعت و انقیاد این فقط به گفتن و به نطق و به سخن نیست، بلکه همان وقت کامل می شود که عمل به وجود آید. یعنی فقط به زبان لا اله الا الله گفتن کافی نیست، بلکه باید عمل به وجود آید. الله در قرآن به من و شما چندین بار امر کرد که مرا طاعت کنید، مرا اطاعت کنید، مرا اطاعت کنید، به من انقیاد کنید. همین طاعت و انقیادی که الله گفته است، این به سخن می شود یا که به عمل؟ شیخ الاسلام میگن که حتما به عمل. پس هر کسی که عمل نکند میگن دین ندارد، دین الله را انجام نداده است. هر کسی که دین ندارد پس او کافر است. بارک الله فیکم. پس ببینید که مسئله بزرگ است. پس انقیادی ما گفتیم انسان هم باید ظاهری باشد و هم باید باطنی باشد، یا که هم باید باطنی و هم باید ظاهری باشد. انقیاد فقط باطن نیست یا فقط ظاهر نیست، هر دوش است. علما برای همین میگن که انقیاد باطنی، عملی درونی قلبی انسان لازم میشمارد و ملزم میشمارد و ضرور میداند که انقیاد ظاهری هم به وجود آید. و اگر یکی از این انقیاد، یعنی انقیاد ظاهری یا انقیاد باطنی نابود بشود، اسلام و توحید هم نابود می شود. پس اسلام انسان همان وقت صحیح است، درست است. ایمان انسان همان وقت صحیح است، درست است. توحید انسان همان وقت صحیح و درست است و قبول است و انسان را نجات می دهد که انقیاد، یعنی عملی درونی قلبی انسان و عملی بیرونی ظاهری انسان به وجود آید. عملی قلبی به مانند چه خیلی گفتیم، تصدیق، اخلاص، عملهای درونی، توکل، عملهای درونی و غیره و غیره که به نهایت زیادند که ما ذکر کردیم. و این شرط های لا اله الا الله
غیر از علم دیگه همه اش هم میتواند که عملی درونی باشد و علم رو هم علما عملی درونی هم گفتند، قلبی. و عملی باطنی به مانندی گفتن لا اله الا الله، ذکر با زبان، و عملهای جسمی به مانندی نماز خواندن، روزه داشتن، زکات دادن، حج رفتن و غیره و غیره و واجبات رو بجا آوردن و ترک کردن محرمات، ترک شرک و ترک دیگر از محرمات. هر دوی این وقتی که جمع شد اسلام به وجود آمد. وقتی که انقیاد درونی، عملی درونی نابود شد، انسان کافر می شود، گرچنده که عملی بیرونی باشد، یا عملی بیرونی نابود شد گرچنده که عملی درونی باشد هم انسان کافر می شود. به درونش تصدیق بکند دین را، به درونش اقرار بکند، به درونش محبت داشته باشد، اخلاص داشته باشد، رضا داشته باشد، اما ظاهرا نداشته باشد، انقیاد ظاهر نداشته باشد، کافر است. برای همین علما میگن که انقیاد به اعتبار گرفته نمی شود تا همان زمانی که هر دوی همین رکن در انسان به وجود آید و تحقیق یابد. همان وقت انقیاد قبول می گردد و به اعتبار گرفته می شود که انسان هر دوی این رکن را، انقیاد ظاهری و انقیاد باطنی را جمع نماید. و اما اگر انقیاد ظاهر را به وجود بیاورد، ظاهرا انقیاد عملی اسلامی بکند، اما در باطن انقیاد نداشته باشد، پس این چنین انسان صاحبش منافق است. گرچنده که ظاهرا مسلمان می نماید، گرچنده که خونش برای مسلمان ها حرام است، این منافق است، یعنی مسلمان حکمی است. و اگر انقیاد درونی در انسان به وجود آید و انقیاد بیرونی ترک شود، علما میگن این نمود تصور کرده نمی شود، این چنین انسان وجود ندارد. نمود این چنین انسان وجود ندارد، مگرم میگن در نزد مرجئه ها فقط همین رو باور میکنن که ممکن است که میگن انسان در درونش انقیاد خوب داشته باشد اما بیروناً عمل نکنن. این میگن فقط در نزد مرجئه است. چرا که مرجئه ها تلازم یعنی لازمیت رابطه بین ظاهر باطن را ترک میکنند، رد میکنند. مرجئه ها عقیده دارند و اعتقاد دارند که ظاهر انسان به باطن انسان و باطن انسان به ظاهر انسان هیچ رابطه و ربطی ندارد، که البته این غلط است و باطل است. بلکه اهل سنت و جماعت میگن، خیلی که ما در حلقه های ایمان بیان کردیم، ظاهر انسان به باطن انسان و باطن انسان به ظاهر انسان به نهایت رابطه و تلازم شدید دارد که یکیش را از یکیش جدا کردن این کفر است و صاحبش را کفر میکنه. خیلی که الان به شما بیان کردیم که انقیاد ظاهری و باطنی اگر یکیش نابود شد انسان کفر میشد. پس گفتیم هر کسی که ظاهرا انقیاد را، عمل را انجام داد، اما باطنش ندارد، این منافق است، گرچنده که مسلمان میتابد. اما انسانی که باطنا انقیاد را به وجود آورد، ظاهرا ترک کرد، علما میگن که این خیلی انسان وجود ندارد. چرا که هر کسی که در حقیقت قلبش صحیح باشد، درست باشد، سالم باشد، این ناممکن است که ظاهرا عمل نکند و تصور کردنش ناممکن است. بارک الله فیکم. پس برادران و خواهران موحدم، این بود انقیاد و قسم ها و اهمیت آن. باید دانید که این عمل ظاهری، یعنی انقیاد، عمل ظاهری که متعلق به جسم است، رکن ایمان است و هر کسی که ترک میکند، از انسان ترک میکند، بالکل ترک میکند، کافر است، یا که نماز را ترک میکند کافر میشود. و این مسئله ترک جنس عمل است و اهل سلف همه اشان اجماع کرده اند، حتی بعضی از علما اجماع را نقل میکنند و اهل سلف ترک کردن جنس عمل را، یعنی کاملا جنس عمل را ترک کردن را کفر نامیده اند و این چنین انسانی که عمل را کاملا ترک میکنه این را تکفیر کردند. گرچنده که میگوید که من مسلمانم، به درونش ایمان دارم، قلبم صحیح است، من مسلمانم، لا اله الا الله میگد، اما عمل نمیکند، هیچ عمل ندارد، این انسان کافر است. و حتی علما گفتند هر کسی که این انسان را کافر نکند این هم کافر است.
من لم یکفر الکافر فهو کافر رو در همین جا استفاده بردن. چه خیلی که این سخن رو شیخ یکی از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت متقدمین خلال از حمیدی ذکر میکند و چه خیلی که از سفیان ابن عیینه ذکر شده است، چه خیلی که از ابن رجب حنبلی ذکر شده است، چه خیلی که از امام احمد ابن حنبل ذکر شده است. میگن هر کسی که ترک کننده عمل رو کافر نشمارد خودش کافر است. پس مسئله خطرناک است. البته این سخن ما خلاف مرجعه است، رد بر مرجعه است این. چرا که مرجعه ها و امروز در صورت مرجعه و مدخلیه یا که جامعه اینها یا که از حزبی ها یا تمام فرقه های باطل از ماتریدی، اشعری و غیره از صوفی و اینوای، همه اینها مخالف این سخن اهل سنت و الجماعت هستند. بلکه ترک عمل رو بالکل کاملا ترک کردن عمل رو کفر نمیدونند و صاحبش رو تکفیر نمیکنند و کفر نمیدونند. ابن القیم الجوزی در کتاب صلات میگد لو اطاع القلب وانقاد لاطاعت الجوارح وانقادت. خیلی که بیان کردیم اگر قلب انسان اطاعت کند، انقیاد داشته باشد، حتما جسم انسان هم اطاعت میکند و انقیاد میکند. وقتی که جسمان انسان عمل نمیکند این دلالت میکند که قلبش ناپاک است. و حافظ الحکم میگن که رحمه الله و محال ان ينتفي الانقياد الجوارح بالاعمال الظاهره مع ثبوت عمل القلب. و این میگن بینهایت محال است که انسان ظاهرا عمل نکند، جسمان جوارحا عملش نابود بشود در حالتی که قلبش ثابت باشد، عملی انقیاد باشد. یعنی این ناممکن است. میگن اگر انسان در قلبش انقیاد داشته باشد حتما باید عمل کند، اما انسان در قلبش انقیاد داشته باشد، عملی قلبی داشته باشد و عمل نکند، ظاهرا عمل نکند، این ناممکن است. میگن این خیلیش نیست. بارک الله فیکم. و این چنین ابن تیمیه رحمه الله در شرح عمدة کتاب الصلاة میگن که فإن حقیقة الدین هو الطاعة والانقياد وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط فمن لم يفعل شيئا فما دان الله دينا ومن لا دين له فهو كافر. چه خیلی که بیان کردیم. میگن که البته حقیقت دین این طاعت است و انقیاد است و همین طاعت و انقیاد همان وقت کامل می شود و قبول می شود که فعل باشد، به فعل، به عمل، نه فقط به سخن. پس هر کسی که عمل رو انجام نداد و کاملا عمل رو ترک کرد، الله رو دیانت نکرده است، دین الله رو به جا نآورده است. و هر کسی که دین رو به جا نآورده است پس این کافر است. و البته در این مسئله سخن ابن کثیر، و اینچنین بیضاوی و عینی و ابن سعدی و دیگر از علما به مانند امام بغوی صاحب کتاب شرح سنه نقل شد. و البته کتاب امام بغوی شرح سنه صاحبش که بغوی هستند، امام بغوی سخنشون رو از شرح سنه ذکر میکنیم که امام بغوی در کتاب شرح سنه نقل میکنن از خطابی که خطابی میگه المسلم قد یکون مؤمنا و قد لا یکون مؤمن. ببینید مسلمان در بعض حالات مؤمن می شود و در بعض حالات مؤمن نمی شود. یعنی مسلمان درجهش از مؤمن پست است. مسلمان در بعض حالات ایمانش قوی می شود، عملش زیاد می شود، مؤمن می شود، از زینه مسلم به مؤمن می براید. اما در بعض حالات در همون زینه مسلمانی می ایستد و از همین بالا نمی براید. مسلمان ضعیف به ایمان نمی براید. اما میگند والمؤمن مسلم فی جمیع الاحوال، اما مؤمن باشد در تمام حالات مسلمان است. چرا که مؤمن اول مسلمان بود، بعد مؤمن شد، ایمانش قوی شد، عملش زیاد شد، مؤمن شد. انسان مؤمن همیشه مسلمان است، اما انسان مسلمان که ایمانش ضعیف است همیشه مؤمن نیست. در بعضی حالات مؤمن میشد، در بعضی حالات بعضی از مسلمان ها مؤمن نیستند. پس ببینید مقصد از سخن چیست؟ چرا که اصل اسلام این تسلیم شدن و عمل کردن است و اصل ایمان تصدیق است. و می شود که میگن شیخ خطابی و قد یکون المرء مستسلما فی الظاهر غیر منقاد فی الباطن، و در بعض حالات می شود که انسان در ظاهر تسلیم بشود به دین اما در باطن انقیاد نداشته باشد. درست است، منافقا همین طور است. بعضی حالات می شود که انسان منافق است، از سبب همین ظاهرا اسلام رو، حکمهای ظاهری رو به جا می آورد،
ظاهرا انقیاد میکند اما باطنا ندارد. این کسی که گویا که اسلام را گویا که قبول کرد، ظاهرا حکمش حکم اسلام ظاهری است، مسلمان حکمی، اما میگن شیخ خطاب ناممکن است، اما نمیشود که میگن ولا یکون صادق الباطن غیر منقد فی الظاهر، اما نمیشود که انسان در باطن صادق باشد و ظاهرا عمل نکند. یعنی کسی که باطنش درونش صادق باشد، درست و صحیح باشد، قلبش در حقیقت پاک باشد، همین انسان حتما در ظاهر هم انقیاد میکند و عمل میکند. اگر قلبش صادق باشد، باطنا صادق باشد، این ناممکن است که عمل نکند، حتما باید عمل کند. اما میشود که میگن انسان ظاهرا عمل کند و باطنش ویران باشد. چرا که تمام مؤمن مسلمان است. یعنی تمامی کسی که تصدیق به درونش کرده است، ایمان تصدیق کردن گفتیم. چرا؟ ایمان تصدیق کردن اگر باشد، هر کسی که تصدیق میکند این مؤمن است و همه مؤمنی که تصدیق کرده است این مسلمان شده میتواند. و اما همه کسی که ظاهری اسلام را قبول کرده است، انقیاد کرده است و تصدیق را نآورده است، این مؤمن شده نمیتواند. بارک الله فیکم. و البته این سخن بینایت بزرگ است و در کتاب شرح السنه مجله اول صفحه 2 ذکر شده است. بارک الله فیکم. با همین حلقه را به پایان میرسانیم.